در شهر خوجند با تشکیل سمیناری آموزشی موضوع مهاجرتی بخطر و پیشگیری مقاومت با سودای آدمان را مورد بررسی قرار دادند. در آن نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی، خدمات مهاجرت، کار با زنان و کارمندان وسایط اخبار عامه اشتراک نموده دایره این موضوع مهم فکر و اندیشه‌های خود را ابراز کردند. اطلاع داده شد که امروز در جمعیت صف مهاجران ناموفق که در دولت‌های خارجه و مشکلی روبرو شدند نسبت به موفق شدگان خیلی زیاد شده است. سبب ندانستنی مهاجران اوید به حقوق و قانون‌های عمل کننده کشورهای خارجی محسوب می شود. مقصد از برگزاری چنین ترینینگ بلند برداشتن ملکه کسبی کارمندان دولتی که در روند مهاجرت کار میکنند، در مرکزهای با کار تامین کنی فعالیت دارند، در فرودگاه کار میکنند، در تشکیلات‌های جمعیتی و عموما فعال می باشد که آنها اوید به دگرگون شدن قاعده قانون‌های مهاجرتی مهنتی به فدراسیون روسیه به دولت‌های دیگر شناس شوند و به خطر مهاجرتی به خطر را راه اندازی نمایند، چون که حالت‌های می شود که امروز جوانان ما به مهاجرت مهنتی رفته به حالت‌های گوناگون دچار می شوند. برای بررسی موضوع مذکور به کار سمیناری یک روزه بیشتر آن تشکیلات‌هایی که با روند مهاجرت کار و فعالیت دارند جلب گردیدند، زیرا با وجود پیاده نمودن کارهای فهماندهی با اهالی اویدی مهاجرتی بخطر حالا هم این موضوع حل طلب و نسبتاً تشویش‌آور باقی مانده است. ترینر سمیناری آموزشی محکم‌بای کریموف موضوع مذکور را با روح و اصول شوق‌آور و شنیدن فکر اشتراکچیان بررسی نمود. اشتراکچیان سمینار هم در محاکمه موضوع مذکور خیلی فعال بودند. جوانای ما کورکورانه رفتوستیان، تقلید کردوستیان، یک نفر به باور کردوستیان. من این باوری رولی کلام باز کردوست به فکری مانده اینجا و حتی مثلا اماک بچه‌اش و یا خال بچه‌اش و نمیدونم کیم کدوم بچه‌هاش با باور کرده میرن وقتی که مهاجرت برن وای دیگر دولت دیگر شرایط جویش اوید اگر همون خیش و کبوری نزدیکترین خودشان به یک مسافرت به علاقه در مسافرت میشناسند میگن تو اومدی می کنی اینجا تو هر کس حسابی خودش میافتگی انا میخواد فکرو هم هست. تشکیل سمیناری آموزشی دوره دومی لایحه مهاجرتی بخطر به حساب می رود، زیرا طبق لایحه آغاز از نیمه ماه مارت سال روان دوره اولی آن شروع گردید. در این دوره بین اهالی شهر و نواحی خوجند، استراوشان، بوستان و باباجان غفروف اوید به مسئله های مهاجرتی بخطر پرسش گذرانده شده بود. در سمینار آموزشی باشد مسئولین نتیجه دوره اولی لایحه را مورد تحلیل قرار دادند. در بین صد خواجگی باید ما پرسش گذرانیم بود، الحال پرسش گذرانده شد. امروز با کمی باشد هم تحلیل آن شناس می شوند و این چاره‌بینی دوم که برای اساساً مشاوران، متخصصان، تشکیلات‌های جمعیتی پیش بینی شده است و نتیجه گیری اساسی ماه می 11 می در میز مدور بررسی کرده می شود. رستم جمالوف سرمتخصص ریاستی خدمات مهاجرت در ولایت سوخت است. میگوید که خدمات مهاجرت هم موضوع مذکور را خوب جانبداری میکند، زیرا تأمین مهاجرتی بخطر یکی از وظیفه‌های اساسی خدمات مهاجرت محسوب می شود. از این رو مسئولین تشکیل چنین سمینارهای آموزشی را در شرایط امروزه مهم و سری وقتی میدانند. شهروندان ما وقتی که هنگام سفر می‌نمایند به دولت خارجه با معماها با پرابلم‌ها دچار نشوند و فعالیت مهنتی خود را درست به راه مانند و البته هر یک شهروندی که به فدراسیون روسیه یا عموما به دولت خارجه می‌رود باید با شرطنامه مهنتی کار را آغاز نماید، زیرا که با شرطنامه مهنتی در آنجا هم در هر یک بندهای آن گفته شده است که این یا آن مسئله های هر یک شهروند گفته شده است و چی مبلغ مزد معاشش باشد و چی ساعت‌های کاریش و نمودی کارش همش در آنجا قید کرده شده است. تنها با شرطنامه مهنتی کار را آغاز نماید. تشکیلات جمعیتی چشمه حیات یکی از اجرا کنندگان لایحه مهاجرتی بخطر محسوب می شود. بعد گذراندن دوره دومی لایحه نتیجه گیری اساسی آن ماه می در میز مدور بررسی کرده می شود. گزارشی فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.